به نام خدا، به فنی کار خوش اومدید دوستان عزیز. این دسته موتور پایین موتور EF7 که طرز تعویضش رو بهتون آموزش میدم. برای اینکه به دسته موتور دسترسی پیدا کنیم باید سینی زیر رو باز کنیم. برای باز کردن سینی زیر 2 تا پیچ داریم، 3 تا مهره که با آچار 13 باز میشه. در ادامه با ما باشید. و برای راحتی کار این چرخ جلو سمت شاگردم میتونیم باز کنیم که دسترسیمون بهتر باشه. دوستان عزیز، جای دسته موتور پایین EF7 درست پشت کارتل قرار گرفته و این دسته موتور میبینید از این قسمت ها لاستیکش جدا شده و ایراد داره. با یه پیچ مهره شماره 16 این مهار شده. من این قسمت پشت رو با یه بوکس 16 و این قسمت جلو رو با آچار 16 باز میکنم. اینجا مهره باز میشه و این پیچم رو از اینجا در میاریم. در ادامه اینجا برای مقر دسته موتور یه پیچ مهره شماره 18 هم هست که این هم باید بازش کنیم. برای باز کردنش قسمت پیچ رو با یه بوکس شماره 18 من مهار کردم و از این ورم این پیچ مهره رو باز میکنم. حالا این رو در میاریم. برای جدا کردن این مقر دست بوکسی رو که بالا من برای پیچ قرار داده بودم رو اینجا اهرم میکنم و آماده است که این دست موتور رو خارجش کنیم. دوستان عزیز، این دست موتور از هم طرف پشت هم از طرف جلو میتونه خارج بشه. اگه از طرف جلو خواستید خارج کنید باید مشعلی رو حالتی قرار بدید که موقع خارج شدن گیر نکنه بهش. من اینجا ضربه میزنم ببینم، دیدید که خارج شد. حالا اینا من از قسمت پشت سعی میکنم که جاسازی کنم که عمران جاسازی بشه. زمانی که ما میخوایم اینو جاسازی کنیم احتمال داره یه مقدار اذیت کنه. میتونیم یه مقدار از ضخامت این قسمتی که حالت کاغذی داره رو برداریم تا راحت تر جا بشه، زیاد سابیده نشه که ممکنه تو جاش لق بزنه. دوستان عزیز، من روی گیره یکم از ضخامت این کم کردم. باید زیاد از روش بر ندارید که اونجا لق بزنه. بعدش هم این مقره که من برداشتم باید نگاه کنیم ببینیم لاستیکش سالم باشه، ایرادی نداشته باشه. اینم چک میکنیم. حالا میریم برای نصب این دست موتور تو پایش. این دست موتور یکم به سختی جا میره که باید همینجوری باشه. من از این رینگی دارم استفاده میکنم. اگه خواستید این کارو بکنید به این قسمت وسط فشار نیارید، فقط از همین لبه ها شما فشار بیارید که این بره تو جاش بشینه. این دست موتور قشنگ میشه سر جاش. حالا ما تمام اون چیزهایی که باز کردیم و دوباره میبندیم. این 2 شاخه رو من جا انداختم. حالا این پیچ دست موتور رو جا میندازم، مهرشم میبندم. قبل از اینکه صفر کنم این پیچ مهره 2 شاخه رو میبندیم. این پیچ مهره رو برای 2 شاخه دست موتور رو میبندیم. از بالا مهارش میکنیم. حالا اینو سفتش میکنیم. دوستان همیشه یادتون باشه وقتی که یه دست موتور عوض میکنید باید دست موتورهای دیگر هم نگاه کنید، چون اگه یکیش خراب باشه بر دیگری هم فشار میاره.
و باعث میشه که اون یکی هم خراب بشه. این دسته موتور ما عوض کردیم، دسته موتور بالا هم نگاه کردیم، ایرادی نداشته. موفق و پیروز باشید.